The Conversion. سلام دوستان عزیز، امیدوار هستم که تا آخرین این ویدیو ما را همراهی کنید و تا بهش تیوی را سابسکرایب نمایید. در نقش‌های مرکزی این فیلم وینیدا تیوری، پارتیک شوکلا، روی بیتیا، سپنا چودری، ویبا چوبر، سونیتا رنجبر، امید بهال، سندیپ یادوف، سانشیل سینگ و منوج جوشی می باشد. بعد از فیلم کمدی و اکشن تیری بی پاگل ہے، کارگردان این فیلم وینود تیوری اعلان کرده است که فیلم The Conversion را کارگردانی می کند. موزیک دایرکتور این فیلم انومید چوهان می باشد. این فیلم توسط راج پاتل پرودیوس می شود و در سال 2021 منتشر می شود. تشکر دوستان عزیز از اینکه تا این دم ما را همراهی کردید.